سلام به همگی. اینجا دراگ ویزارد هست و من دکتر داروساز هستم. در این ویدیو میخوام بهتون بگم که اگر مبتلا به HPV شدید چی کار کنید. طبق آمار آمریکا از هر 4 نفر 1 نفر مبتلا به HPV هست. پس باید خیلی مراقب باشید که من مراقبت ها رو آخر ویدیو بهتون میگم، پس تا آخر با من همراه باشید. اما فعلا میخوام بگم که اگر مبتلا شدید و متوجه ضایعاتی شدید باید چیکار کنید. اول اینکه به پزشک مراجعه میکنید تا پزشک طبق حال درمان هایی که وجود داره و براتون صلاح میدونه برای از بین بردن ضایعات براتون اقدام بکنه. بعد بدونید که بعد از اینکه اون ضایعات رو از بین هم بردید ممکنه ویروس همچنان در بدنتون وجود داشته باشه و به عبارتی پرسیستنت بشه و ماندگار بشه و براتون یک سری مشکلات رو ایجاد کنه که این مشکلات میتونه این باشه: ممکنه در همون محل یا محلهای دیگه ظاهر بشه، یا اینکه اگر اون ویروس از تایپ های خطرناک باشه مثل تایپ 16 و 18 ممکنه تبدیل به سرطان های مختلف بشه. که البته یک خبر خوب براتون دارم، اونم این هستش که طبق آمارها 60% از عفونت‌ها همون سال اول از بین میرن و 90%شون طی 2 سال از بین میرن. یعنی بدنتون بعد از 2 سال کامل از ویروس پاک میشه، اما تو همین مدت زمان ممکنه تاثیر منفیشون رو تو بدن ما بذارن. پس ما باید این مدت زمان رو کم کنیم تا زودتر بدنمون از ویروس پاک بشه و مشکلی ایجاد نشه. یک سری ترکیبات هستن که به ما کمک میکنن تا ویروس HPV زودتر از بین بره. این ترکیبات طبق جدیدترین تحقیقات و مقالاتی که صورت گرفته عبارتند از: اولیش AHCC یا Active Hexose Correlated Compound که این ترکیب از قارچ شیتاکه به دست میاد و بهتر شما مکمل‌هاش از داروخانه‌ها تهیه کنید و 3 گرم در روز با معده خالی استفاده کنید. ببینید روی مکمل‌ها نوشته داخل هر قرصش یا کپسولش چقدر وجود داره و شما حساب کنید 3 گرم در روز باید با معده خالی، یعنی صبح ناشتا، میل کنید. ترکیب بعدی که وجود داره و خوب هستش برای تقویت سیستم ایمنی در برابر ویروس HPV ویتامین B12 و ویتامین B9 یا همون فولیک اسید هست. B12 بهتر 1000 مایکروگرم روزانه و B9 400 تا 800 مایکروگرم روزانه استفاده بشه. ترکیب بعدی EGCG یا اپیگالوکاتشین گالات که این ترکیب از ترکیبات پلیفنولیک چای سبزه که خواص تقویت کنندگی سیستم ایمنی و آنتی اکسیدانی داره و برای عفونت‌های ویروسی و حتی سرطان دهان رحم خیلی موثره. چرا؟ چون یکی از دلایل ماندگاری ویروس HPV داخل بدن فرار کردن این ویروس از سیستم ایمنیه که این ماده EGCG جلوی فرار ویروس رو از سیستم ایمنی میگیره که این ماده داخل مکمل‌های داخل داروخانه‌ها که به نام عصاره چای سبز وجود داره. حالا این مکمل‌ها بیشتر به منظور لاغری نوشته شده روشون، ولی مهم نیست. شما میتونید از داخل داروخانه‌ها بگین عصاره چای سبز و تهیه کنید. مورد بعدی ترکیب اکیناسه هست که این هم قرصش داخل داروخانه ها وجود داره. یک ترکیب گیاهیه که خاصیت تقویت کنندگی سیستم ایمنی رو داره و تحقیقات گفته که این از ترکیب قرص اکیناسه خوراکی و کپسول های هیالورونیک اسید واژینال خیلی جواب خوبی گرفتن برای درمان HPV. در نهایت پیشگیری بدونید که خیلی بهتر از درمانه. یادتون نره واکسن رو حتما بزنید. اگر پولی سیو کردید قراره سیو کنید، حتما اولویتتون رو بذارید برای تهیه واکسن. حالا چه 4 ظرفیتی چه 9 ظرفیتی. 9 ظرفیتی خب بهتر از 4 ظرفیتی، 4 ظرفیتی بهتر از 2 ظرفیتی، ولی حتما هر چیزی که گیرتون اومد اولویت بذارید و خریداری کنید و بزنید. بعداً میتونید این رو حالا 9 ظرفیتی رو هم بعدن یا 4 ظرفیتیش رو هم بعدن بزنید. بعد این رو هم بدونید که اگر 21 تا 29 سالتونه تست پاپسمی رو حتما یادتون نره هر 3 سال بعد بدید که میان دهانه رحمتون رو بررسی میکنن. پزشک متخصص اگر ببینن که سل ها رشد غیر عادی داشته باشه بهتون میگن که تست HPV هم بدین. اگر 30 تا 65 سالتونه علاوه بر تست پاپسمی که حالا هر 3 سال میدین، بعد هر 5 سال هم مرتب تست HPV رو بدید. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا من انگیزه داشته باشم ویدیوهای بهتری براتون بگیرم. خداحافظتون.